با دلار بالای 100,000 تومان مگه میشه کاری انجام داد؟ هر چی کار کنی عقبی. ملت فقیر شدن، طبقه متوسط سقوط کرده، بالای 60-70% طبقه متوسط فقیر شده و اومده زیر خط فقر. یعنی خرج و دخلش با هم نمیخونه. اگه الان تو خیابونا ناامنی و وحشتناک نمیبینید، این فرهنگی داره زورشو گذاشته، داره بی تدبیری ها رو جبران میکنه. فرهنگم تا یه جا دووم میاره، یه جا دیگه پاره میشه این بند. یه تهدید میکنن دلارت اینجوری میشه، عملیش کنن چی میشه؟ بعد با شعار میخواد کشور اداره کنید. بابا شما چرا ول نمیکنید برید؟ چرا قبول نمیکنید این کار نیستید؟ برید آقا، شما نمیتونید. بابا دارید با جون مردم بازی میکنید. بعد راجع به وطن وقتی صحبت میکنه، فکر کن راجع به گل و خاک داره صحبت میکنه. از کجا اومدید شما؟ ما رو نفت و گاز خوابیدیم ولی برق نداریم، گاز نداریم، آب نداریم، هوا نداریم. بچه‌هامون تا مغز سرشون توی حسرتن برای ابتداییات. طرف امروز به من میگه همسایه اومده گفته غذا دستمالی بچه‌هاتون رو بدید، ما نریزید تو خاج. یخچال رو گذاشته گوشه خونه‌شون، مثلا این خانومه مثلا کار خیر میکنه، آشناهاشو خبر کرده که هرچی غذا میمونه تو خونه‌هاتون نریزید دور. میفرستن غذای دستمالی شده که میخوای بریزی دور، میدن این خانم میذاره تو یخچال، صداشون میکنه، اون خانواده‌ها میان برمی‌دارن میبرن. میگه با یه ذوقی میان میبرن. چند میلیون ایرانی زیر خط فقر وجود داره. نه اصلا بابا، خدا من به جون خودم یه جوری دلم میسوزه.